سلام خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون عالی باشه و یه روز پر انرژی و عالی رو شروع کرده باشین. خب توی این جلسه میخوایم بیام یه مثال از مبحث تیبل رو که توی آزمون رایتینگ آیلتس پارت 1 یا همون تسک 1 میاد رو بیام آنالیز کنیم. خب شما شکل سمت چپ رو اگه نگاه کنید توی این قسمت چی گفته در واقع جدول زیر چی رو میاد نشون میده؟ توزیع جمعیت توی چند تا کشور رو بین سالهای 1950 تا سال 1000 معذرت میخوام تا سال 2050 میاد مقایسه میکنه. کشورهای از جمله آفریقا، آسیا، اروپا و آمریکای لاتین، آمریکای شمالی و اقیانوسیه. خب وقتی ما میخوام یه متن راجع به این موضوع بنویسیم، این متن ما توی این موضوع از 4 تا بند تشکیل شده. بند اول چیه؟ بذار من اینو روشن کنم پنم رو. بند اول مقدمه است یا اینتروداکشن. توی این بند اول چی ما میایم مینویسیم؟ در واقع همین موضوع سوال رو، موضوع متن رو به یه بیان دیگه، نه اینکه بیایم کپی پیست کنیم، به بیان دیگه میایم مینویسیم که از تکرار جلوگیری شه و خواننده تنوعی توی ذهنش به وجود بیاد. بند دوم میایم چی مینویسیم؟ بند دوم چی نکته که هست اینه که ما باید بیایم مهمترین تغییرات رو بیایم بگیم. بند سوم راجع به چی هست؟ بند سوم مهمترین تغییراتی که توی بند قبل رو گفتیم اینجا میایم با جزئیات بیشتری میایم میگیم. و بند آخر میایم یک سری موارد اضافه تر که مهمتر هستن رو یک سری موارد اضافی میایم اضافه میکنیم توی بند آخر. خب قبل از اینکه ما بیایم بند 2 و بند 3 و بند 4 رو بنویسیم، ما باید بیایم این جدول رو خیلی خیلی خوب آنالیز کنیم که تشخیص بدیم کدومش بیشترین تغییرات رو داشته، افزایشی بوده تغییراتش، کاهشی بوده و موارد دیگه. خب من مداد زرد رنگم رو فعال کنم که متناسب با بند 2 هست. خب اگه ما نگاه کنیم آفریقا توی سال 1950 9% بوده و سال 2050 که حالا پیش بینی میشه سال 2050 به 20% رسیده، یعنی اندازه تقریبا میشه گفت 2 برابر شده و اینجا ما کنارش یک روند افزایشی میذاریم، میگیم 2 برابر شده. خب حالا در مورد آسیا نکته‌ای که هست 56% بوده ولی در سال 2050 59% شده. اینجا اول افزایش داشتیم بعد کاهش، یعنی خیلی هم تغییر نداشته. ما اینو ما با نماد نوسان نشون میدیم، خیلی یکم در واقع نوسان داشته. در مورد اروپا اول 22% بوده در مورد اروپا و در نهایت در سال 2050 پیش بینی میشه به 7% برسه، یعنی این یه روند کاهشی بوده که تقریبا میشه گفت به 1/3 مقدار خودش توی سال 1950 میرسه. خب در مورد بذار من اینو هایلایترم رو عوض کنم. توی این 3 تا سال توی این معذرت میخوام 3 تا منطقه آمریکا لاتین و نورس آمریکا و اقیانوسیه ما تغییراتمون فوق العاده کمه. به عنوان مثال توی این قسمت آمریکای لاتین 6% و در نهایت شده 9%، یعنی ما افزایشمون خیلی کمه. و توی مورد بعدی هم یک کاهشی داریم، باز کاهش ما خیلی شیبش کم هست. و در نهایت توی اقیانوسیه باز
ما ثابت بوده این روندمون. حالا ما وقتی این بیایم دیتا هایی که هستش اینجا رو ما بیایم در قالب یک شکل اینجا فراهم کنیم، خوبیش اینه که ما خیلی زود میتونیم با یه نگاه توی این قسمت ببینیم که بزرگترین تغییراتمون چیا هستن. خب خیلی راحت میتونیم بفهمیم که آفریقا و اروپا به متناسباً افزایش و کاهش رو داشتن. پس توی این قسمت میگه که آفریقا بیشترین در واقع افزایش رو داشته و اروپا متناسباً کمترین در واقع بیشترین افت رو معذرت میخوام داشته. توی بند بعدی که با خط سبز رنگ رو من الان هایلایتر رو عوض کنم، با سبز رنگ نوشته شده، این تغییرات رو اومده در قالب اعداد و ارقام گفته اوکی اولش 9% بوده و بعد رسیده به 20%. منتهای خلاقیتی که اینجا به کار برده، به جای اینکه بگه به 20% رسیده، گفته به 1/50 در واقع معذرت میخوام به 1/5 جمعیت کل رسیده و توی اروپا هم همینطور. یعنی این اومده با اعداد و ارقام بیان کرد. و توی بند آخر من خودکارم رو عوض کنم رنگش، معذرت میخوام. خب توی بند آخر که ما بنفش مشخص کردیم، توی بند آخر خیلی خلاقیت خوبی که استفاده کرده، دیگه نیومده بگه این افزایشش کم بوده، این کاهش خیلی کمی داشته و این ثابت بوده. خلاقیتی که گفته این 3 منطقه مجموعشون کمتر از حتی 10% کل در واقع جمعیت کل جهان هستش و هر 3 تاشون خیلی تغییرات نداشت.